جزا از جنس عمله، مواظب عمل هر چی که کردی در همین دنیا میبینیش. یکیش زنا، دویمش قتل، سومش اطاعت پدر و مادر. چی نموده که کردی از اون بدتر در این دنیا میبینی. زناکارای امروز دیگه زنا دارن، والله قسم اون نموده که تو دل میاوی به زنا منی، هر یک دلیوی هست که احوال خواهر تبربین. اگر تو دل میاوی زنا منی احوال مادر تبربین. والله قسم یا برادر در همین جناز زناکار بود، مادر شب از اینا دیدن که ایسی شک بالا هست. گفت رسول خدا اگر دختر نداری، اگر پدر مادر هیچ در دیوار زنا منن، والله ای شک بالا هست. اوی محلی که شهوتش مردگی هست، مکش قاقسیدگی هست، والله با زنا کبیدن مادرش ای شک بالا. تو در اینجا زنا کن. موافق روادت طب معلومه که زن از 40 بالا رفت شهوت نداره، احتیاج به شهوت و زنا نداره دیگه، و هم خوابگی براش دیگه مطلوب نیست. لیکن وعده رسول الله کجا میبری؟ مادر شهوت نداره مایلش، وعده رسول الله کجا میبری که در بالات اومد؟ بعد یک چیز دیگه تصور کنید، به سبب زنای ما و شما امروز قد بازار شهر رو ببین. یک برادر همینجا زنا میکرد، یک زناکار لعین برادرش هم نگین، و طول درسی کار میکرد از مردمی وادی بود. در درون دوشنبه میرفت $1000 هر یک رفتگیش جدا میکرد و یک خانه رو ارنده میگرفت و یکی از امون زناکار مرادش میگن همین مبلغ میداد، تو $20 $30 هر شب براش یک دختر نو میومد. یک روز نشستگی میگه که برای من که از وادی هستم یک دختر قشلاقی بیار. این حیات واقعیه والله، یگان خیال نیست اینجا. وقتی که میارم میذارنش میگه سر دهنش بوسه توزه کنید که قلاق بو مینن. وقتی سر دهن میشوه توزه من در درون خونه میاد تا چودرش مینن، برای اینا پیش داخل میشه و وقتی که روماش ای بالاش میگیره والله خواهر خودش در همون میبینه. خواهر خودش میبینه که برای زنا پیش آماده کردنش. یک تدگج مردمی وادی در همین حالت وقتی که با زنا دایم دست میزنه، درون شهر دختر عمش هم میبینه که برادرای عزیز این اسلام جای خیالش نیست، در خواهر کردی نینن. و دیگر قصه های حیات. والله همین چیزی که رسول الله خدا ای جزا جنس عمل ذکر کرد، شما در حیات زناکارا ببینیش، پس ایمانتون کامل کنین. در اسلام چیزی را پیشکی به شما خداوند اما نمیگه که ایمان بیاور به همین، در حقیقت واقعی حیاتون بینیش. زناکارا را شما بینی حالشون چیه. بعد از این 2 دقیقه حالتی که ارتیاح نفسی در زنا میشود، 2 دقیقه یک حیات آبادیه که در اون جنت عیدش میتیش. حورهایی که روی مایل سالش 10 برابری زمین آسمان نرخ داره، 10 برابری زمین آسمان. یک روی مالش رسول الله میگه که اگر آب دهن یک تش در بحرهای شور دنیا بچکه یک قطره، بحرهای شور همه شیرین میشوند. خداوند در قرآن میگه که هر باری که قطع شهوارش خوب میشه باز میگرده و دختره باکره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر سرش یک حور از آسمان درون کنه، شب باشه روز میشوه، همه روشن میشوه و بوش بین زمین و آسمان فرا میگیره. ولما تاب بینهم. همچنین حورها آماده جوانی که نفس خود را از زنا باز داشتند. یک جانب دیگریش در تاجیکستان زنهای خانه‌نشینه که سبحان الله، زنهای خانه‌نشین در خانه نشستگی هستند، اونا بیرون نمیرن، کوچه نمیرن. 3600 تا گفتن، چند تا گفتن همین یک دختر در چی هست
فقط از بیشتر 3 سال چند قبل پیشش به کسلای علمی میگن سپید سیفلس تریپت گرفتار شدن. شما تصور کنید زنای ما همسرای ما عفت پاکی میگیم، اسلام میگیم، سپید داو چکو مینه تریپ داو ای کجوشی ای همینجا رفت، ای همینجا رفت، آیا با فرزند میشه؟ چی فرزند میشه؟ سبحان الله. امت مسلمان خداوند جل و علا گفت که امت مسلمان باید با قوت باشه که خداوند خودش با قوت امت دوست می‌داره. قوت امت یک نیمش در زنا رفت، قوت امت یک نیمش ای فرزندای زانی چی تولد چی به کسل‌های گوناگون، شال، کور، گنگ. امت مسلمان با طریق زنا هر سال 1 میلیون چند ای سپید میبرن، ای ایدز. و در برابر همه این ناموس مسلمان در عرض مسلمان های عرض مسلمان که گم شید مسلمان خودش اهمیت نداره. آیا در نبودنش خوبه؟ مسلمانی که دختر شد در بالای زنا دید اون مسلمان باید دون بره، زیرا که در بالای زنای خودش سبب شد تو حالت دیگری از روز قیامت که تو به سبب زنا دخترت زانیه شد. روز قیامت وقتی که دخترت یا مادرت یا خواهرت به سبب زنای تو به جهنم میکشد، تصور کن خداوند در ندا میکنه که خدایا در زنای من کی سبب شد؟ میگه فلانی، بیارش. دو گروهی از مردم اصحاب یمین اصحاب شمال در بینش تو به بعضی از روایت‌ها اثر زنا در پیشونیت، آلت زن در پیشونیت، آلت مرد در پیشونی دختر یا خواهر، کسی که به سبب زنای تو زنا کرد و دست چمه گیریم پیش خدا میره و خصوصی خداوند جل و علا بالای عرشش نشستگی و از تو سوال میکنه که خدایا بپرس پدر من که چوه در زنای من سبب شید. این حالتها والله حالتهایی نیستن که مؤمن در این باید فکر نکنه. و دیگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ما یزنی زانی و حین ما یزنی و هو مؤمن. اگرچه لفظ حدیث معنای دیگر داره، علما میگن که وقتی که زانی بالای زنا شروع میکنه همون ایمان و یقینی که به خدا داشت از اون وارد خارج جدا میشود، چون که متیقن به خدا، یقین داشته خدا نباید معصیت خدا را انجام بده. اون امام میگه اکنون این دم که به اینجا رسیدی من از تو جدا میستم، من از تو جدا میستم که تو یقینی به خدا را در یک راحت 2 دقیقه فروختی، باوری تا به خدا در 2 دقیقه راحت فروختی. کوشش کنید برادرای عزیز تا امروز همین قدر آفت ها عیوی زنا برای امت مسلمان بسه. شما کوشش کنید تو این حالت ها را قریب نشه که از این امت امروز ناآرام است. چنانه که طلب کردن برادر، شخصی که زنا میکنه و نماز میخونه حکمش چیه؟ اون باید که اول ابتدا اصلاح وضع باید که زنا را کنده کنه که زنا را ما ذکر کردیم چقدر بد یاد داره. بعد از این باید که توبه کنه، توبه نصوح تا خداوند جل و علا این معصیت‌های از این از امت محمد صلی الله علیه و آله دور کنه. سوال دیگه نیستن؟ لامو دارم خونه میره کسایی که بچه زینا منه روز یکم کنه گفتیم که خطنا را زینا نقطی آمده تام بودن جا که زینا که زینا رفت اومد زینا که از تا آزیده ما هر روز یابور میگیم اگردن ما همین ساخته میشه اون نه نماز نمیخونم. اگردن شما باید هر دقیقه بگیش، هر ساعت بگیش، اما هدایت در دست خدا جل و علا. اما شما امر معروف و نهی منکر و گفتن ایو بس نکنید، چون که اگر بس کنی نزد خداوند جواب میدی. یا که بریم هم شما بریم یا که برو شیخ خونه تو و بعد شما اومد شما احق‌تری در مکانی که پیش از اون استقامت میکردید. زیناکار اصلا باید جامعه اگر
دولت اسلامی باشه و زینوکور حقش آسونه او را همچنان در پیچه که درون گندم میچینه هم که میچینه نوبتش میدن. اما افسوس که امت محمد صلی الله علیه و سلم امروز به تعارض نسبت چیزای زیاد بود هدف گم شد. یک بار حضرت عمر میشه یا که میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم او زینوکورا نشون میده چخش منی چخلی چیت منی کسلا لیچنش آسونه فقط وراج نداریم. اونایی که غم امت هم میخورن نداریم، دوای اونا نداریم، مثلا نه علاجش آسونه ایره. خب سوال دیگه نیست نه؟ همینجا معبی هستن که توجیه دیگر هستن خیامت همین سوی پیغمبر خدا احسان نمیکنن این ازدواج نمیکنن میگن نیست اینو دروغ هم نماز پنج وقت میخونم با جماعت بابا میگن خدا نمیدونم میباشه و قبول میکنم. اما این که دوستای رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه فقط سوال گروه از گروه اهل تشیع محبت به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم ندارن. خب آیا خداوند عبادت اینا را قبول میکنه یا نه؟ خداوند جل و علا در قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را. قرآن عمل کردن، ایمان آوردن به قرآن، ایمان آوردن به خدا بدون ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم قبول نیست و ایمان آوردن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم و قرآن بدون ایمان به خداوند جل و علا قبول نیست. این هر دو متسلسل به هم دیگرند، ایمان به خدا و رسول خدا و عکس، ایمان به رسول خدا و الله سبحانه و تعالی هر دو به یکدیگر قبول نیستند. اما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب محبت، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب محبت. خداوند جل و علا میفرماید که محمد رسول الله و الذین آمنوا معه، محمد رسول الله و آنانی که ایمان آوردن با محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، صحابه هایی که همه در اطراف رسول صلی الله علیه و سلم در دین خدمت کردند. خب و خدمت ایشان نسبت دین، ما و شما به این گونه معصیت زیاد مون. اگر محبت به اونها داشته باشیم ما احمقیم. رسول الله میگه که اگر در اسلام خلیفه یعنی وزیر گرفتن، جانشین گرفتن اجازت می بود، من ابوبکر خلیل می گرفتم. خلیل میدونی؟ وزیر. اگر اسلام به خلیل دستور میداد ابوبکر خلیل من میشد، ابوبکر جانشین من میشید. یعنی که جانشین پیامبر صلی الله علیه و سلم کی جو بود؟ ما کی جو. و دیگر اینکه اون گروه شما میگه در زینای همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنه عایشه عقیده دارند که براءتی مادرمون عایشه را خداوند جل و علا در قرآن ثابت کرد. در قرآن گفت که عایشه زانیه نیست و اونها مرادف قرآن و مخالف قرآن میگن عایشه زانیه است و عیاذ بالله. و کسی که نسبت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم طعن میزنه و یک ایشان را دشنام میتیه کافر است. و روایت اجماع اهل جمهور، چون که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اونایی را که اونها دشنام میتیان دهتن از مبشرین به جنتن. کار اینجا حاصله شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را بشارت به جنت داد. اونها را بشارت به چی داد؟ به جنت داد و اونها اصحاب جنت هستن. فعلا در این شک نیست، موافق عقیده اهل سنت و الجماعه. اما اونایی که در اهل جنت بدن اونا شک دارن و در حالت معیشت اونا شک دارن و برای خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده های گوناگون دارن و آنچه که فتنه بین اهل سنت و اهل تشیع است، اینا دلیل موجود ندارن. اینا اصلا ابتدا از عبدالله ابن سبع الیمانی یهودی به نام عبدالله بود، در یمن استقامت میکرد. در عهد خلافت و وستانی
حضرت عثمان رضی الله عنه اومد و در لباس اسلام طول 7 سال برای تعلیم دادن مردم مشغول بود. در این زمان پیروای زیاد پیدا کرد. وقتی که خلافت باید به حضرت عثمان میگذشت، اینم طلبی وظیفه کرد. اگرچه اونا میدونستن که وظیفه میدادن، این یهودی کارهای بسیار میکرد در اسلام. وقتی که این وظیفه معنیش کردن، علیه خلفای راشدین فتنه انگیخت با دعوای حب آل بیت. گفت ما باید آل بیت پیامبر را بیشتر دوست بداریم. اینو در حدیث میگه که هرچی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امور خلافت صحابه را داشت، یعنی که از عنایت خداوند جل و علا بود. حدیث اول در باب ابوبکر و خلافتش. یک چند دلیلی است که زنی آمد برای رسول صلی الله علیه و سلم فتوای سوال کرد، گفت فردا بیا. اگر گفت فردا بیایم و تو را نیابم، گفت ابوبکر همینجا خواهد. دلیل دوم برای خلافت ابوبکر بعد از رسول صلی الله علیه و سلم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و ابوبکر در نماز بعدش پیش گذرانید که چی؟